اینم یکی دیگه از اون غذاهای سنتی جنوب که تا اسمشو میاری همه میگن به به. بهش میگن شعریه یا بلالیت، یه ترکیب شیرین با عطر هل و زعفرون. از اون مزه‌های قدیمی که تو خاطر همه موندگار شده. روش طبخ‌های متفاوتی داره، اما من اینجا ساده ترینش رو بهتون میگم. برای درست کردنش به رشته‌های سوپ احتیاج داریم. توی یه قابلمه آب میذاریم، وقتی که جوشید رشته‌ها رو داخلش میریزیم. اصلا نباید رشته بجوشه چون سریع له میشه. رشته‌ها همین که نرم شد باید آب کشش کنیم. بعد لایه لایه رشته‌ها رو میریزیم به همراه روغن و شکر. میزان شیرینی این غذا به ذائقه خودتون بستگی داره. لایه آخرم پودر هل و زعفرون میریزیم. اگه دوست داشتید که شعریه‌تون یه دست و یه رنگ بشه، کامل با زعفرون مخلوطش کنید. اما ما چون می‌خواستیم دو رنگ بشه، زعفرون رو نقطه‌ای ریختیم. در آخرم با شعله ملایم بذارید که دم بکشه. جنوبی‌ها این غذا رو با تخم مرغ سروش می‌کنن و معمولاً برای صبحونه مناسبه. حتما امتحانش کن چون هم